عصريا على فكرة. مثلا فعلا شما در دنیا اگر ببینین مشکل صحت یکی از بزرگترین مشکلات موجود در جوامع بشری است، در همه جوامع. یعنی نداشتن صحت سالم یکی از بزرگترین مشکلات است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چی رقم بود؟ در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولی بود که مردمان طبیبی که امراض تداوی میکردن خودشان در مناطق مختلفی گشت میکردن و باز منتظر بودن که مردم بر از اونها مراجعه بکنن. چندین بار در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم طبیب ها آمدن در مدینه و منتظر بودن که مردم پیش از اونها مراجعه بکنه. یک روز، دو روز، 10 روز، یک ماه کسی ماند که هیچ کسی نامد. تعجب کرد چی رقم مردم شما مریض نمیشین؟ گفتن نه مریض نمیشیم، مثل دیگه جا هست. علتش ده چیست؟ چرا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم با داشتن امکانات بسیار سطحی یک طبیب میآید و روزها در مدینه میمونه، یک دو نفر مریض هم پیش از اون مراجعه نمیکنه. خیلی تعجب میکنه چی رقم مردم شما چی شده؟ کدام تکنیک خاصی داره؟ اونا میگن نه ما دساتیر رسول الله صلی الله علیه و سلم را در زندگی خود رعایت میکنیم. از رعایت نظافت، از چگونگی خوردن، از چگونگی نوشیدن، کلش ما را رعایت میکنیم. خیلی راحت. در حالی که نمیاد ما شما یک مشکل کلان ما شما چیز اغلبا ما شما از مریضی خود چی داریم؟ شاید من مطمئنم یک دو نفر ما شما صحت کامل نداشته باشه. مثل من وارد از چشم خودم شکایت میکنه، از کمردردی هم نمیفهم، از فلان چاقای ما از چاقی خود شکایت میکنه، لاغری از لاغری خود شکایت. این مشکل چیست؟ دقیقاً واقعا امر که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا گفته شما ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما میگه کیفیت غذا خوردن هم تعلیم میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه معده‌تون سه حساب کنید. یک کسیش برای نوشیدن بانی، یک کسیش برای خوردن، یک کسیش برای تنفس بانی. این از لحاظ طبی یکی از بزرگترین قاعده های حفظ صحت یک نفر است. همین قاعده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. تفاوت گپ چیست؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت میکرد، ما رعایت نمیکنیم. اما متأسفانه پیشوری ما که آمد دیگه باز خصوصا اگه کم خوشمزه تر بود دیگه حساب نمیکنیم که این جای تنفس هم میگیره زدن میریم. به می خاطر ما در این حالت قرار داریم و این وعده الله تبارک و تعالی هست. وعده الله تبارک و تعالی هست که وقتی الله متعال میگه حقیقتا کسی ایمان بیاره و تقوا بشه بکنه لفتحنا علیهم برکات من السماء و این را ما تصور میکنم هر کدام از ما شما که عملا کمی متوجه باشیم در زندگی خود عملی نمیبینیم. فعلا بی‌برکتی در زمان، بی‌برکتی در پول و بی‌برکتی در امکانات عملا انسان احساس میکنه. ما خودم امور رقمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از نشانه های قیامت ذکر میکنه، میگه که سال مثل ماه میگذره و ما مثل هفته و هفته مثل روز. من عملا نمی روزا میره احساس میکنم به اندازه با یک سرعت عجیب میگذره. این در حقیقت بی‌برکتی است در زمان برای ما شما که هیچ استفاده نمیکنیم. امروز خطبه میتون روز بعدی باز دوباره میشه خطبه میتون باور بکنید مثل زمانش مثل از یک روز هم که کمتر میگذره. استفاده نمیکنیم ازش. یک نفر در یک وقتی برش مثلا تو اگه به حساب امروزی بگی 1000 تومان پیش می بود خیلی برکت عجیبی داشت. حالا 1000 تومان برای یک طفل بده باور بکن نمیگیره. نمیشه میگه این چیزه. همین برکتی است دیگه. و این واقعا عملا از زندگی انسان برکت رفته و انسان‌های معنوی میفهمن. دلیلش چیست؟ دلیلش خلل در ایمان و تقوا هست. و اگر ایمان ما و تقوای ما درست بوده باشه همه چیز ما بر اساس وعده‌ای که الله تبارک و تعالی داره درست میشه. پس چی باید بکنیم؟ یکی از بهترین اسباب به اصطلاح دور کردن مصیبت ها در زمین زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است که انسان عموم مصیبت و خلل معنوی را که ایجاد کرده او را جبران بکنه. خلل های معنوی با توبه و با استغفار از بین میره و به همین خاطر است که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم زمانی که در مورد استغفار ذکر میکنه نتایج استغفار را هم بیان میکنه. الله متعال میفرماید فقلت استغفروا ربکم، از پروردگارتان طلب استغفار بکنین. انه کان غفارا، زیرا او بسیار بخشاینده و مهربان است. چی میکنه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان برای شما برکت الله تبارک و تعالی به اصطلاح فوران میکنه و یمددکم باموال و بنین، و الله تبارک و تعالی شما را کمک میکنه با مال حلال، با مالی که برای شما زندگیتان تغییر بده و فرزندان. و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهار. الله تبارک و تعالی رقم براتون هم در زندگی دنیا اسباب راحتی و آسایش را برای شما مهیا میکنه و هم در زندگی اخروی.